خیلیامون نور رو نمیبینیم. فقط به روشن بودن شهر تو شب عادت کردیم. اما بیاین از یه زاویه جدیدتر به نور نگاه کنیم. اینکه نور باید فقط روشن کنه یا هویت بده؟ اینکه ما با دیدن روشنایی بیشتر لذت میبریم یا با دیدن هویتی که اون نور ایجاد کرده؟ یک ساختمون تو شب دو راه بیشتر نداره، یا فقط دیده بشه و یا شناخته بشه. اگه هدف نور فقط روشن کردن باشه، همه ساختمون‌ها تو شب یه شکل میشن. اما اگه هدفش نشون دادن باشه، هر کدوم هویت خودشون رو پیدا میکنن. فاصله این دو یک تصمیمی به اسم طراحی نور. ما قراره با هم نور رو دوباره ببینیم و این بار متفاوت‌تر، بهتر و عمیق‌تر ساختمان‌های دور و برمون رو نگاه کنیم و شب رو بهتر درک کنیم. نور را دوباره ببین.